به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد، السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. بینندگان ارجمند، همه ما در این دور و زمان از خریداری شدن منصب‌ها و وظیفه‌ها زیاد میشنویم. فلان وزیر، فلان مسئول، فلان مدیر، و دادن فلان مبلغ که پاره نام دارد البته، و فلان منصب رسیده، یعنی منصب را خریداری کرده. باید دانست که دین مبین اسلام به منصب و وظیفه‌ها همچون امانت نگاه میکند. یعنی منصب و وظیفه در نگاه اسلام امانت است. شخصی که شایسته و سزاوار این و یا آن منصب نباشد، اما به هر وسیله دادن پاره یا به حکم خویش و تباری به فلان منصب رسد و حق آن امانت را ادا نکند، در روز قیامت، در روز حساب، به خواری و ذلت و ندامت و حسرت حتما روبرو خواهد شد. و از نشانه این که شخص شایسته منصب نیست این است که آن نفر منصب را بخواهد، بطلبد و آن را بخرد. حریص بودن او بر این منصب و خریداری کردن او این منصب را دلیل بر این است که او ماهیت این امانت را درک نکرده است و البته در نتیجه حق این امانت را ادا کرده نمیتواند. دین مبین اسلام دستور بزرگی دارد در این مورد، یعنی در مناسبت با منصب و وظیفه ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنگونه که در همه میدانهای حیات برای امت توجیهات، راهنمایی ها، هدایت ها دارند، در این موضوع نیز دستور بزرگی دارد، یعنی در مناسبت با منصب و وظیفه. امام بخاری از عبدالرحمن بن سمره صحابی بزرگوار روایت میکند که عبدالرحمن میگوید قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عبدالرحمن بن سمره لا تسأل الاماره فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید عبدالرحمن ابن سمره که به من گفت ای عبدالرحمن ابن سمره لا تسأل الاماره، هرگز منصبی را نخواه، هرگز وظیفه را طلب مکن. فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، زیرا تو اگر منصب را بخواهی طلب کنی تنها گذاشته میشوی. توفیق خدا، لطف خدا، عنایت خدا از تو برطرف کرده می شود. خدا تو را با آن منصب واگذار می کند. البته که معلوم است چون لطف و هدایت و رحمت و عنایت خداوند با کس نباشد، معلوم است که آن امانت را حقش را ادا کرده نمی تواند، در ادای آن مسئولیت موفق نمی شود و به حسرت و ندامت در دنیا و در آخرت روبرو می شود. و این اعطیتها عن غیر مسئله اعنت علیها، یعنی اگر به منصب بدون اینکه منصب را بخواهی برسی، یعنی مردم اگر تو را انتخاب کنند، به درخواست دیگران به آن وظیفه واگذار کرده شوی، آن مسئولیت را بر دوش تو علی رغم خواهش خودت واگذار کرده شود، در این صورت خداوند تو را کمک میکند. در ادای حق این امانت بزرگ تو را خداوند کمک خواهد کرد و میتوانی از عهده این مسئولیت برآیی. دوستان عزیز، اگر منصب طلبی و وظیفه خواهی شخصی به این مقصد باشد که مال مردم خورد، ثروت جمع نماید، بالای مردم حاکم شود، امر و فرمان او را مردم بیچون و چرا اجرا نمایند و مردم بیچاره ظلم کند و متکبر و مغرور شود، هر کی با چنین مقصدهای ناچیز دنیوی منصب میخواهد، وظیفه طلب میکند، وظیفه ها را میخرد، باید داند که از آخرت هیچ نصیبی ندارد. خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشأن فرموده تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. یعنی خداوند عزوجل گفته ساده است که این سرای آخرت را نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، برای کسانی که در روی زمین فسادکاری می‌خواستند و می‌کردند و بالای مردم کبر و غرور داشتند و ظلم می‌کردند، یعنی چنین کسان از این سرای آخرت بهره ندارند، بلکه این جنت و این سرای نعمت مخصوص کسی است که فروتنی دارد و از فسادکاری در روی زمین دور است. والعاقبة للمتقین، و عاقبت نیک نصیبی پرهیزگاران است.